سلام بیننده عزیز، این ویدیو را بنابر رسیدن یک خبری فوری آماده کردیم. در پی آتش گرفتن یک خانه در شهر دوشنبه 3 کودک به هلاکت رسیدند. حادثه ظهر 2 مارس در کوچه خیرالله میرزایف ناحیه شاه منصور رخ داده است. مقامات حادثه را شرح ندادند، اما منابع رادیو آزادی گفتند سبب سوختار آتش گرفتن سیم نیروی برق بوده است. منابع آگاه از حادثه به رادیو آزادی گفتند که هنگام آتش گرفتن خانه زهرا، فاطمه و عبدالرحیم خردسال در داخل بودند و از دود زهرآلود شدند. آنها 1، 2 و 3 ساله بودند. خبرنگاری رادیو آزادی 2 مارس به جای حادثه رفت، اما نزدیکان کودکان فوتیده نخواستند صحبت کنند. یک همسایه این خانواده که شاهد حادثه بوده است به رادیو آزادی گفت سوختار تقریبا ساعت 11 سر زد و کودکان در داخل بودند و افزود هنگام سوختار در خانه محکم بوده است و برای همین کودکان را سری وقت بیرون برآورده نتوانستند. آنها از دود زهرآلود شده بودند و بعد بیرون آوردن از خانه فوراً به بیمارستان یاری تعجیلی بردند، اما کودکان فوتیده بودند. یک پزشک بیمارخانه یاری تعجیلی شهر دوشنبه هم تصدیق کرد که کودکان فوتیده را برای تشخیص به آنجا آوردند. کارمندان نهادهای قدرتی در جای حادثه و هم در بیمارستان بودند، اما با رادیو آزادی صحبت نکردند. وزارت کارهای داخلی که اداره سوختارنشانی زیر تابع آن است تا حال قضیه را رسما شرح نداده است. هفته روان این 2مین فاجعه در دوشنبه است که کودکان در آن قربان می شوند. شب 27 به 28 فوریه 6 عضو یک خانواده در محله گروزآباد شهر دوشنبه زهرآلود شده جان باختند. مقامات گفتند مظفر دولتوف همسر و 4 فرزند خردسالش از دود انگشت زهرآلود شدند. این حادثه ها در روزهای اتفاق می افتد که در تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه سردی حکم فرماست و ساکنان از قطع شدن نیروی برق، آب و گرمی شکایت دارند.